در روزهای اولم رایتانی تو سرسخت مخالفتان بودم استاد که پرسان نکو گفتم مثلا شریف ایاره من گیر کنم دیگه باور کن اولین نفره که 1000 نفر او طرف دشمن واقعی ما او طرف قرار به تشفی ایاره دی طرف بگی کدامش از بین میبری من میگفتم شفی ایاره. روی خط هستیم دوست عزیز. درود استاد شفی ایار گرامی. سلام به شما، درود، بفرمایید. استاد ایار عزیز، ما 6 سال در کماندوی دوره جمهوریت وظیفه اجرا کردیم. از لوگر هستم، مگر باور کنم یک زمان یک مسلمان سفت و سختی بودیم که اصلا تفاوت میان و داعشی اصلا نبود، در حالی که داعشی مسلمان واقعی بود، یعنی مسلمان 100% بودم استاد عزیز. خالد ابن ولید بودم و ابو سفیان بودم، این دیگران رهبرا و صحابیای اسلام بود که دو شمشیره بودن، شاه دو شمشیره بودن استاد. امی هر قدم خود استاد که میگذاشتم الله اکبر سبحان الله استغفر الله استاد. امی برنامه شما رو شنیدم به قدم در روزهای اولم رایتانی تو سرسخت مخالفتان بودم استاد که پرسان نکو گفتم مثلا شریف ایاره من گیر کنم دیگه باور کن اولین نفره که 1000 نفر او طرف دشمن واقعی ما او طرف قرار به تشفی ایاره دی طرف بگی کدامش از بین میبری من میگفتم شفی ایاره. بله استاد قدم به قدم 1 ماه گذشت، 2 ماه گذشت، تحمل صبر من بیشتر شد. ماه سوم گذشت که تحمل صبر من نسبت به خودت بیشتر شد، بیشتر برنامه‌هایت میشینم. همیشه 7 ماه که استاد گذشت دیگه تو خوشم میآمدی استاد که تو صدای شما بود، برنامه شما بود، گوشکی بود من نمی سنگر و منبر و خانه کل جاها گپایت میشیندم. قبل از او استاد نماز میخوندم، امام جماعت فرقه و قطعه ما بودم. دیدم که باز از امام جماعت خود کم کم دور کردم. بچه‌ها گفت یک زمانی امام جماعت بودی ولی نمازم نمیخونی، در نماز جماعت حاضر نمیشی. مگه تو من فردیدم این خانه خود استاد میخونم. یک زمانی که میمان آمده بود تقریبا در خانه من در اوج که زندگی میکردم استاد 6 7 نفر میمان آمده بود. قبلا که می اومدن استاد برشون آب و وضو آماده میکردم که نمازم میخواند، وضو میگرفتن، کل چیزا رو انجام میدادم. بعد تا 15 تا استاد امی جای نماز داشتم که اونا بعد نمازهای جداگانه خودشون استاد وضو نماز میخوندن که یک مقدار اهمیت ارزشش بیشتر میشد استاد. دیگه دفعه که اومدم استاد از جای نمازم خبر نیست، از وضوم خبر نیست، موسیقی هم بلند است، هزار کار دیگه است استاد، کارهای انسانی البته اخلاقی، کارهای غیر انسانی استاد نی. اینجا گفت چگونه تغییرات در تو آمده؟ ما گفتم تغییرات مثبت آمده یا نه استاد؟ 7 نفر که بودن 3 4 تاش گفت تغییرات مثبت آمده استاد، 1 2 تاش گفت تغییرات منفی آمده. ما گفتم ولی نه طرفدار داریم، من فقط تنها نیستم استاد. 1 سال دیگه گذشت استاد، من خودم شاگرد شفیع ایار شدم دیگه. شفیع ایار قدر دوست داشتم، گفتم این دفعه من شفیع ایار ببینم دستایش ماچ میکنم. من گفتم میره ببینم امروز هم صحبت شم. استاد امیال دیگه من زمانی که مسلمان بودم ناراحت بودم، دپریشن داشتم، استرس داشتم که استاد اگه وضو میگرفتم نماز میخوندم خود زحمت و سختی داشت استاد، هوای گرم و سرد و وظیفه و ماموریت تو حتما باید نماز بخونی، سختی و درد و رنج میبدیدی. اگه نمیخوندی میگفتم خب فرض خدا رو انجام ندادیم. ببین استاد اصلا عذاب وجدان میداشت، یک مقدار احساس ناراحتی میکرد. آره در قصه هیچ کدامشون نیستم استاد، ایتو ریلکس هستم استاد، ایتو ریلکس هستم استاد که پرسان نکن. از همین استاد در زندگی میکنم، دستکای تماش میکنم، هر امر خدمتی که بود ما سرباز کماندو هستیم، همین تو دو دسته در خدمتت هستیم. بسیار تشکر. از همه بیشتر من خوشحال هستم که خودت من حیث یک کماندو خود نجات دادی. واقعا ما شما آدم هستیم که با میکروب دین مریض شدیم. ای را بد بیبی، او را بد بیبی، نماز نمیخوانه، ولی ای ریش نداره، ولی ای کار پاچه ازی بلنده، که کل مردم ما دشمن شده بودیم به خاطر از دین. بنان امی خود که از دین نجات دادی، خوبترین کماندو، موفق ترین کماندو هستی. این حال کوشش کن که مردم دیگر نجات بدی. ما سر خود روی تیغ ماندیم برای نجات مردم خود. یگانه می دو میزنه چی میکنه، به خاطر بیچاره نمیفهمن، خیالشان که اینمی میکروب دین است. دین یعنی مهربانی، دست مردم گرفتن، که مردم رفیق بودن، در جامعه خوب زندگی کردن. اونو دینه. دینی نیست که ای بد است و بد است و بد است. خوشحال شدم دوست عزیز ما را نباشی در حد توان خود استاد کوشش کنه که راه شما رو پیش ببره. استاد حالا سر پدر مادر خود کار نمیکنم، کنه یک مقدار سوادشون کمتر از سنشون یک مقدار گذشته.
سرخواهر برادر که جوان نوجوان هستن سرزنا کار میکنیم کم کم تاثیرگذاری داشته استاد. سر رفیقا و دوستای خودم کار کردیم کم کم تاثیرگذاری داشته دیگه استاد. قبلا سرباز و کماندوی جمهوریت بودیم، فعلا سرباز و کماندوی استاد شفیع یار بودیم هستیم استاد. بسیار دمتون تشکر. گرم استاد. در امری بود در لندن خدمت شما هستیم. یک تشکر. جهان سپاس ما وقت دادید. خداحافظ. سلامت باشی.